پیوندانش گفتم محمد سلطان مولانظرف 72 ساله افسر پیشین امنیت را 16 ایون ماموران انتظامی از خانه‌اش در دوشنبه بردند، اما معلوم نیست چرا و به کجا. در اداره ملیسا و دادستانی پایتخت در این باره حرفی نمیگویند. او در شبکه‌های اجتماعی پیوسته رفتار مقامات را تنقید میکرد، از جمله در مورد حادثه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان است. محمد سلطان چند پیش در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته بود که ماموران انتظامی ماه اپریل امسال کوشش کردند که او را از خانه‌اش در محله 101 دوشنبه مجبوری به بازپرسی برند. نزدیکانش روز 16 ایون به رادیو آزادی گفتند 9 نماینده مقامات که بعضی در تن لباس ملیسا داشتند صبح پنجشنبه او را از جای خوابش برداشته بردند. به ادعای آنها حتی امکان ندادند که پای افضلش را بپوشد. پای برهنه به سمت نامعلوم بردند و تا کنون درکش نیست، افزود یکی از پیوندان او. روز پنجشنبه در شعبه کارهای داخلی، دادستانی و اداره امنیت ناحیه سینای دوشنبه به پیوندانش گفتند درباره در کجا بودن محمد سلطان چیزی نمیدونند. مقامات امور داخلی و دادستانی به زنگای ما پاسخ ندادند. محمد سلطان در سالهای 70 در روزنامه کمسمال تاجیکستان کار کرده، سپس به کار در کمیته دولتی امنیت ملی گذشت. او بازنشسته است. در فیسبوک در موضوعهای گوناگون فکر و نظرش را می نوشت و بعضا از سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نیز تنقید میکرد. در یکی از نوشته‌های آخرش پس از گفتگو منزل زیستش در فیسبوک نوشته است تمام قانون‌های حقوق انسان را زیر پا کرده، خدمات اکادمیک سیمومین یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقینا سالهای پرداشت 37 و بیریه را خاطرسان می نماید قهرمانانه ادامه می دهد. مقامات به نوشته‌های پیشین او و حال در کجا بودنش رسما واکنشی نکردند. روشن نیست او را برای تنقیدهاش از سیمومین یتیموف بردند یا نوشته‌هایش درباره حادثه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان یا مثال دیگر.